صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه‌های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201 616 920 1791. تکرار می کنم، 201 616 920 1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید. ای مهربان خدا و ای خالق هستی ها، ای که ما را با کلامی خلق کردی و از روی فیض و کرمت روح در ما دمیدی و حیات عطا کردی. تو را شکر و سپاس میگوییم که ما انسانها را برگزیده ای تا در کهکشانها سیرت و صفاتت را آشکار سازیم. تو را شکر میگوییم که توسط کلامت با ما سخن گفتی تا تو را بشناسیم و به تو نزدیک شویم. تو را شکر میکنیم که کلامت را عطا کردی تا قادر باشیم بین حیات و مرگ، نیکویی و بدی، نور و ظلمت، حقیقت و دروغ تشخیص داده و در راه و طریق تو زندگی کنیم. بارالها، تو به ما اختیار عطا کردی تا از روی میل و اراده خود و از روی عشق و علاقه تو را پیروی کنیم. پس استدعا میکنیم که چشمان ما را بگشا و دلهای ما را لمس کن. افکار ما را تحت نظر خود هدایت کن تا مبادا از آزادی که تو عطا کردی سوء استفاده کردی و طریق هلاکت را برگزیده باشیم و خود را به سوی نابودی بکشیم. ای پروردگار مهربان، ما را یاری بده که طریق تو را پیروی کنیم. ما را یاری بده تا کلام تو را بفهمیم. این دعا را به نام مقدس عیسی مسیح زنده، کلمه آشکار شده تو، مظهر حقیقت و مظهر و مکاشفه تو، یعنی عیسی مسیح می طلبیم. آمین. مطالعه و بررسی تورات مقدس، برنامه‌ای از صدای انجیل. در ادامه مطالعه کلام خدا یکتا، توجه خود را معطوف به تورات مقدس می‌کنیم و از فصل 31 دنبال تعلیمات و گفتاری که موسی به قوم بنی اسرائیل عطا کرد را مورد توجه قرار داده و قلب‌های خود را می‌گشاییم تا خداوند مهربان نیز با ما همانند گذشته سخن بگوید. اگر کلام خدا را در اختیار دارید، لطفاً تورات مقدس را به صفحه 323 یعنی فصل 31 از کتاب تثنیه بگشایید تا آیات را با هم مطالعه کنیم. کتاب تثنیه پنجمین کتاب یا پنجمین قسمت از تورات مقدس میباشه و آخرین کتابی است که موسی این را مرد خدا آن را به رشته تحریر درآورد. روزهای آخر عمر موسی در این عالم فرا رسیده بود و قوم بنی اسرائیل نیز پس از 40 سال آوارگی در بیابان سینا به سرزمین موعود رسیده بودند. ولی قبل از اینکه وارد سرزمین بشوند، موسی تمام قوانین و شریعت خدا را با تفسیر مجدداً به خاطر آنان می‌آورد و از آنها التماس می‌کند که هرگز به سوی بت پرستی نروند. زیرا خدا یکتا این قوم را برگزیده تا در میان امتهای بت پرست جهان قوم خاص او محسوب شوند و آنان با اعمال و ایمان خودشون به خدا یکتا جهانیان را به سوی خدا هدایت کرده و همه را به سوی یکتا پرستی
راهنمایی کنند. او برکت و لعنت خدا را در برابر قوم قرار می‌دهد و می‌گوید اگر از کلام خدا پیروی کنید، اگر مطیع شریعت خدا باشید، اگر کلام خدا را در قلب خود جای بدهید، برکت خدا و حیات ابدی و سعادت آخرت و برکات سماوی را نصیب خودتون کرده اید. زیرا نتیجه پیروی و اطاعت از کلام خدا برکت و رحمت و سعادت آخرت و حیات جاودان است. ولی اگر از اوامر خدا روی برگردانی، نتیجه این یاغیگری مرگ و هلاکت و بدبختی و لعنت و خشم خدا می باشد. سپس موسی کلماتش را اینطور خاتمه می دهد که ببین امروز حیات و نیکویی و موت و بدی را پیش روی تو گذاشتم. امروز حیات و نیکویی و موت و بدی را پیش روی تو گذاشتم. امروز آسمان و زمین را بر شما شاهد می آورم که حیات و موت و برکت و لعنت را پیش روی تو گذاشتم. پس حیات را برگزین تا تو با ذریتت زنده بمانی و تا یهوه خدای خود را دوست بداری و آواز او را بشنوی و با او ملصق شوی، زیرا که او حیات تو و درازای عمر تو است، تا در زمینی که خداوند برای پدرانت ابراهیم و اسحاق قسم خورد که آن را به ایشان بدهد ساکن شوی. موسی با بیان این جملات به قوم بنی اسرائیل تعلیم می‌دهد که سعادت و حیات یا بدبختی و مرگ در زندگیشون بستگی تمام به رد یا قبول کلام خدا دارد، به اطاعت و پذیرفتن خدا و یا رد کردن او دارد و این خود آنها هستند که راه برکت و رحمت و یا لعنت و مرگ را برمی‌گزینند. پس موسی از قوم التماس میکنه، تمنا میکند که راه حیات را یعنی راه اطاعت از شریعت الهی را پیش خود سازند تا فیض خدا را نصیب خودشون کنند. دوستان عزیز، پیام موسی نه فقط برای قوم بنی اسرائیل بلکه برای همه ما انسان هاست، چون خداوند به همه ما آزادی و حق انتخاب و اراده عطا کرده و اعلام داشته است که دو راه در پیش بشر است که سرنوشت او را تعیین می کند. موسی این دو راه را اول اطاعت از کلام خدا و تسلیم به خدا و دوم یاغیگری از کلام خدا و طغیان بر علیه حق می نامد. و عیسی مسیح نیز که روی سخنش به مردم جهان بود این دو راه را اینطور بازگو کرده و گوید شما از در تنگ داخل شوید یا از راه مشکل یا راه مؤمنین، زیرا فراخ است آن در و وسیع است آن طریقی که مودی به هلاکت است و آنان که بدان داخل می شوند بسیارند، زیرا تنگ است آن در و دشوار است آن طریقی که مودی به حیات است و یا بندگان آن کم هستند. مسیح این دو طریق را در راه وسیع و راه باریک تعیین کرده و تشبیه می کند و اعلام می دارد که تنها راهی که در این عالم با مشکلات و زحمات همراه است به حیات ابدی می رسه، زیرا هر که می خواهد در این عالم در دینداری زیست کند زحمت خواهد کشید، چون راه خدا با راه دنیا سواست و در نتیجه هر وقت در راه خدا هستیم با حملات دنیا روبرو خواهیم شد. برای همین است که مسیح فرمود اگر پیرو من باشید جفا خواهید دید و خوشا به حال کسانی که در راهی که به حیات منتهی می شوند زندگی می کنند و در این عالم این راه باریک و مشکل را طی می نمایند. پس از اینکه موسی پیام خود را به سمع مردم رسانید، از فصل 31 می بینیم که با قوم بنی اسرائیل خداحافظی می کنه، زیرا او اجازه ورود به سرزمین موعود را از جانب خدا نیافت. همچنین از این فصل ما به آخرین قسمت از تورات مقدس می رسیم که تا فصل 34 ادامه دارد، فصلهایی که ساعات آخر زندگی موسی را و سرانجام مرگ او را برای ما بازگو کرده است. مردی که برگزیده خدا بود، مردی که در جهان بشریت بسیار یگانه محسوب می شد، مردی که نامش تا جاودان پا بر جا خواهد بود، مردی که نمونه صبر و قدرت و کلام خداوند بود. موسی از این جهان می رود. به آیه 1 و 2 و 3 گوش بدهید. فصل 31 از کتاب تثنیه می فرماید
و موسی رفته این سخنان را به تمامی قوم بنی اسرائیل بیان کرد و به ایشان گفت من امروز 120 ساله هستم و دیگر طاقت خروج و دخول ندارم و خداوند به من گفته است که از این اردن عبور نخواهی کرد. یهوه خدای تو خود به حضور تو عبور خواهد کرد و او این امتها را از حضور تو هلاک خواهد ساخت تا آنها را به تصرف آوری و یوشع نیز پیش روی تو عبور خواهد نمود چنان که خداوند گفته است. مقصود از آیه اول اشاره موسی به تعلیمات و سخنانی است که در فصل‌های قبل بیان کرده بود و ما نیز براتون قرائت کردیم. موسی می‌فرماید وقتی که موسی کلام خود را به پایان رسانید رو به قوم میکنه و به آنها میگه که دیگر نمیتواند به همراه آنها وارد سرزمین موعود شده باشه. اول اینکه او پیر شده، 120 سال از عمرش گذشته بود. ولی دوستان عزیز، با اینکه پیر شده بود ولی از قدرتش کاسته نشده بود. ولی مطلب دوم و اصلی این بود که دیگر لزومی نداشت که آنان را رهبری کنه. چرا؟ چون خدا به او فرموده بود که ایام او به پایان رسیده و خداوند به موسی گفته بود که رهبر دیگری به جای او یعنی یوشع برگزیده است. حالا باید توجه داشت که این موسی نبود که جانشین خود را برگزید، بلکه این خدا بود که یوشع را انتخاب کرد تا پیشرو و یا رهبر قوم باشه. شاید اگر موسی حق انتخاب را داشت، کالیب را که قهرمان جنگی و محبوب مردم بود و ظاهرا شایسته مقام بود انتخاب میکرد. ولی خداوند یوشع را برمی‌گزیند و این نشان میدهد که خدا هر انسانی رو میتونه برای مقاصد خود به کار ببره و او همه ما را برای هدف خاصی برگزیده و اگر از آن او باشیم، در راه او باشیم، یعنی تسلیم اوامر او باشیم، بدون شک دوستان عزیز خدا نیز امروز من و شما را هر چقدر ممکن در این دنیا بی ارزش باشیم برای پیشبرد ملکوت خودش به کار میبره، چون خدا همه ما را برای یک هدف مخصوصی خلق کرده است. آیه 6 موسی رو به قوم کرده و میگوید پس قوی و دلیر باشید و از ایشان ترسان و هراسان نباشید، زیرا یهوه خدایت خود با تو میرود و تو را وا نخواهد گذاشت و ترک نخواهد کرد. در آیه 4 موسی اشاره میکنه که وقتی که این قوم وارد سرزمین موعود بشن، قبایل و طایفه های زیادی هستند که به مقابل آنان خواهند آمد. این قبایل از نظر تجهیزات و نفرات به مراتب بر اسرائیلی ها برتری خواهند داشت، ولی موسی میگوید شما قوی دل باشید، از آنها نترسید، ترسان نباشید. چرا؟ چون خدای یکتا پیش روی شماست، چون خدای یکتا همراه شماست، چون خداوند این سرزمین را به شما وعده داده، او خودش شما را یاری میدهد. دیگر امتها خدایانشون از سنگ و چوب و آهن بود، اما خدای اسرائیلی ها خدای زنده، خدای یکتا و خدای قادر مطلق است. پس از اینکه موسی قوم را متوجه خدا میکنه و میگوید که نگرانی ها و ترسایشون رو باید از خود دور کنه، یوشع را فرا میخواند و در برابر قوم بنی اسرائیل مأموریتی را که خدا به او عطا کرده است ابلاغ میکند و به او میگوید ای یوشع قوی و دلیر باش، ای یوشع قوی و دلیر باش، زیرا که تو با این قوم به زمینی که خداوند برای پدران ایشان قسم خورد که به ایشان بدهد داخل خواهی شد و تو آن را برای ایشان تقسیم خواهی نمود و خداوند خود پیش روی تو می رود. او با تو خواهد بود و تو را وا نخواهد گذاشت و ترک نخواهد نمود، پس ترسان و هراسان مباش. موسی به یوشع نبی میگوید که تو مسئولیت بزرگی بر دوش داری. تو باید سرزمین را بین این 12 طایفه اسرائیل تقسیم کنی. تو با طایفه های وحشی و امتهای مختلفی که بت پرست هستند باید دست و پنجه نرم کنی، ولی هرگز ترس به خودت راه نده، سست‌دل نباش، ضعف به خودت راه نده، زیرا خود خداوند همراه توست و او تو را محافظت میکنه. کتاب مقدس میگوید هرگاه خدا با ماست کیست به ضد ما؟ هرگاه خدا با ماست کیست به ضد ما؟ در اینجا موسی یوشع را قوی دل میکنه تا مبادا قدرت‌های دنیا در او شک و تردید و یا ترس را به وجود بیاورند. میفرماید ای یوشع خدا تو را ترک نخواهد کرد. دوستان عزیز، من و شما نیز البته ایمان داریم که خدا خدای قادر مطلق و کریم و رحیم است. من و شما ایمان داریم که خداوند
در همه جا حاضره و با ماست. ولی ای عزیزان بیاییم صادق باشیم. در زندگی خیلی وقتا ترس و نگرانی وجودمون رو فرا میگیره. میدونه این ترس و نگرانی نشانه چیه؟ نشان عدم اعتماد و ایمان به خدا یکتاست و یا نشان گناهانی است که در وجود ماست. چرا؟ چون اگر ایمان کامل داشته باشیم که حقیقتا خدا با ماست و خدا ما را ترک نمیکنه و او به عهد خود وفاداره، پس جای ترسی وجود نداره. زیرا وقتی خدا با ما باشد نیاز به هیچ چیز دیگری نداریم. یکی از کشیشان معروف فرموده است که یک نفر با خدا در اکثریته. یک نفر با خدا در اکثریته و این حقیقت محضه. کلام خدا نشان میدهد که ترس از آن خدا پرستان حقیقی نباید باشه. صفتی است که متعلق به گناهکاران و خدا نشناسانه. پس چه خوب است دوستان عزیز این گفته خدا را به خاطر بسپاریم که او پیش رو ماست و هر نوع ترسی رو از خودمون دور کنیم چون خدا با ماست. از آیه 14 خدمتتون میخونم. میفرماید و خداوند به موسی گفت ایام مردن تو نزدیک است. یوشع را طلب نما و در خیمه اجتماع حاضر شوید تا او را وصیت نمایم. پس موسی و یوشع رفته در خیمه اجتماع در عبادتگاه حاضر شدند و خداوند در ستون ابر در خیمه ظاهر شد و ستون ابر بر در خیمه ایستاد و خداوند به موسی گفت اینک با پدران خود میخوابی و این قوم برخاسته در پی خدایان بیگانه برای زمینی که ایشان به آنجا دادم میروند و زنا خواهند کرد و آنها مرا ترک کرده عهدی را که با ایشان بستم خواهند شکست و در آن روز خشم من بر ایشان مشتعل شده ایشان را ترک خواهم نمود و روی خود را از ایشان پنهان کرده تلف خواهند شد و بدیها و تنگیهای بسیار به ایشان خواهد رسید. بعدی که در آن روز خواهند گفت آیا این بدیها به ما نرسید از این جهت که خدای ما در میان ما نیست؟ و به سبب تمامی بدی که کرده اند که به سوی خدایان غیر برگشتند من در آن روز البته روی خود را پنهان خواهم کرد. دوستان عزیز، خدای یکتا خدای واقف بر اسرار است و خدایی است که آینده را در اختیار دارد. موسی و یوشع را در خیمه عبادتگاه یعنی مکان پرستش و جایی که لوحه 10 فرمان در صندوق طلایی وجود داشت در آنجا قوم نیز قربانی می‌گذرانیدند جمع میکنه و در ابر ظاهر میشه و ضمن تایید مقام رهبری یوشع به موسی و یوشع میفرماید که این قوم اگرچه حالا قول دادند که همیشه مرا پیروی کنند، عهد با من بستند که وفادار به کلام باشند، ولی وقتی به سرزمین موعود برسند مطابق گفتاری که امر کردم پیروی نخواهند کرد، بلکه فریفته مال دنیا و رسومات دیگر قوم ها میشن و به بت پرستی روی می آورند و به خاطر این عملشون من روی خود را از آنها برمیگردانم. یعنی آن افتخاری که قوم بنی اسرائیل به عنوان فرزندان خدا یکتا دارند از دست خواهند داد، زیرا افتخارات خاصی که بنی اسرائیل دارند از آن جهت نصیبشون شده بود که قول دادن فقط و فقط خدا یکتا را بپرستند و خدا یکتا به آنها فرمود که اگر از اوامر من پیروی کنید، اگر تسلیم من باشید و اگر فرایض و احکامی که به شما میدهم را پیروی کنید و در پی خدایان دیگر نروید، آن وقت است که برکات عظیم خود را بر شما خواهم بارانید و از شما قوم خاص من خواهید بود و من پدر شما و شما فرزندان من خواهید بود و من پیشرو شما خواهم بود. ولی اگر پی بت‌ها بروید و به گناهان گذشته خود برگردید، بلای آسمانی رو نصیبتون خواهم کرد. خدا به آنها تعلیم داد که این با خود قومه که آیا در برکات و حیات و رحمت و نعمت الهی قرار بگیرن و یا در لعنت و مرگ، زیرا ثمره پیروی از خدا برکات سماویه و همراه خدا بودن نعمت برکات خدا رو میاره، ولی ثمره ترک کلام خدا، نتیجه دوری از خدا، مرگ و بدبختیه. حالا در این آیات خدا میگوید که ای موسی و یوشع بدانید که این قوم سرکش هستند و در آینده به سوی بت‌ها روی میآورند و در نتیجه من هم آنان را ترک میکنم، که البته مقصود از ترک کردن همان روی برگردانیدن می باشه و یا محروم کردن قوم
از وعده‌های آسمانی است. و دوستان عزیز، همونطور که می‌دانید عین این جملات اتفاق می‌افتد و قوم بنی اسرائیل همه الطاف خدا را فراموش می‌کنند و به سوی بت پرستی و دنیا روی می‌آورند و خدا هم همونطور که وعده داده بود از آنها روی خود را برمیگرداند و در نتیجه قوم بنی اسرائیل گرفتار بدبختی‌ها و امراض و زحمات و قحطی می‌شوند و کشورشون اشغال میشه و هستی خود را از دست می‌دهند. آن وقت بود که به خاطر آوردند که وقتی با خدا بودند چقدر نعمت و آرامی و آسایش داشتند، اما حالا در فلاکت و ظلم و بدبختی و ترس و مرگ بودند، زیرا خدا روی خود را از آنها برگردانیده بود. خدا نعمات خود را از آنها دریغ داشته بود. خوشی و آسایش و نعمتی که خدا به آنها عطا کرده بود زیر دلشون میزنه. از آن به طریق شایسته استفاده نمی کنن و در نتیجه همه را از دست می دهن. دوستان عزیز، چقدر این امر در زندگی من و شما نیز حقیقت داره. شاید بگو که ما مثل افراد بنی اسرائیل نیستیم و ما خدا را هیچ وقت ترک نخواهیم کرد. دوست من، آنها نیز همین قول را به خدا دادند. نه یک بار بلکه بارها و بارها و آنها بیشتر از ما درباره خدا می‌دانستند. چرا؟ چون هر روز شاهد معجزات خدا بودند، هر روز شاهد آیات الهی بودند. پس دوستان عزیز، اونها با اینکه روبرو تقریبا معجزات خدا را با چشمان خود دیدن، فریب خوردن و به سوی دنیا روی آوردن. چقدر ممکنه که من شما که از آنها ضعیفتر هستیم گرفتار همچین بلایی بشیم. اتفاقا عیسی مسیح فرمود که آیا گمان میکنید که وقتی دوباره به این جهان بیایم ایمانداران زیادی را خواهم یافت؟ مسیح پیشگویی کرد که در ایام آخر بی ایمانی بیش از بیش افزایش می‌یابد و امروز من و شما شاهد آن هستیم. امروز خیلی از ماها از ایمان به حقیقت ابا می‌ورزیم، البته نه زباناً بلکه عملاً. به خدا معتقد هستیم، به گفتارش ایمان داریم، می‌دانیم که خدا چه صفاتی داره، می‌دانیم که خدا از ما چه انتظاراتی داره، می‌دانیم که خدا چه فرموده و چه چیزی به من و شما امر می‌کنه، می‌دانیم که چه چیزی خوبه و چه چیزی بده، ولی عملاً آن را دوستان عزیز آشکار نمی‌کنیم. عملاً در صفات خود مهر و کرم و صفات الهی رو نداریم. در عمل مطیع اوامر او نیستیم و در عمل خود رو تسلیم خدا نکردیم. در عمل او زندگی ما رو نمیچرخانه، بلکه این خودمون هستیم که تصمیمات زندگیمون رو میگیریم بدون اینکه از خدا تمنای کمک کنیم و یا طالب خواست او باشیم. وقتی با مسائل روبرو میشیم خدا را فراموش میکنیم. انگار نه انگار میتوانیم از او کمک بگیریم. راستش ما انسانها ذاتاً خودخواه هستیم و عمدن فراموشکار. خدا به موسی و یوشع سرودی عطا میکند تا آن را به قوم تعلیم بدهند و آن را از بر کنند. چرا؟ تا کارها و معجزات او را فراموش نکنند. و دعای من این است که من و شما هرگز الطاف خدا، فیض خدا را مخصوصاً که در عیسی مسیح بر ما آشکار کرده است فراموش نکنیم که او به خاطر ما جان داد. می‌فرماید پس الان این سرود را برای خود بنویسید و تو آن را به بنی اسرائیل تعلیم داده آن را در دهان ایشان بگذار تا این سرود برای من بر بنی اسرائیل شاهد باشد. زیرا چون ایشان را به زمینی که برای پدران ایشان قسم خورده بودم که به شیر و شهد جاری است درآورده باشم و چون ایشان خورده و سیر شده و فربه گشته باشند آنگاه ایشان به سوی خدایان غیر برگشته آنها را عبادت خواهند نمود و مرا اهانت کرده عهد مرا خواهند شکست و چون بدیها و تنگیهای بسیار بر ایشان عارض شده باشد آنگاه این سرود مثل شاهد پیش روی ایشان شهادت خواهد داد، زیرا که از دهان ذریت ایشان فراموش نخواهد شد. خداوند میگوید وقتی قوم از وفور نعمت برخوردار بشوند مرا ترک میکنند. و به راستی که چه حقیقت است این کلام خدا. من دعا میکنم از صمیم قلبم که ای جان من نعمتهای خدا را هرگز فراموش نکن. در هر حالی، چه در ثروت و چه فقر، چه در نعمت و چه در بیچارگی، الطاف خدا را به خاطر آور. ای جان من الطاف خدا را فراموش نکن. آیه 23 خدا قول به یوشع میدهد که بدون شک اگر ما هم در طریق حق زندگی کنیم امروز این قول نصیب من و شما می شود. میفرماید ای یوشع
قوی و دلیر باش، زیرا که تو بنی اسرائیل را به زمینی که برایشان قسم خوردم داخل خواهی ساخت و من با تو خواهم بود. خدا با او خواهد بود. و عیسی مسیح نیز در این مورد می‌فرماید اینک من تا انقضای عالم همراه شما خواهم بود. و باز در جای دیگر فرمود اگر در من بمانید من در شما خواهم بود و شما در من. و ایزن اینک بر در قلب شما ایستاده و میکوبم، اگر کسی آواز مرا بشنود و در را باز کند، من نیز داخل شده با وی شام خواهم خورد و او نیز با من. یعنی یک مشارکت دائمی و ازلی با عیسی مسیح خواهیم داشت اگر تسلیم او شده به او ایمان آورده و از او پیروی کنیم. و دوستان عزیز، خدا قول داده است به همه کسانی که او را به راستی طالب می‌کنند. خدا قول داده است که اگر خود را تسلیم او کنند و همیشه پیرو کلامش باشند، برکات خود را به آنها عطا می‌کند. حالا سوال مهم اینه که آیا امروز من و شما خداوند را در کنار خودمون در زندگیمون می‌بینیم و یا زندگیمون کاملا یک نواخت و خسته کننده و بی هدف و بی مقصوده؟ دوستان عزیز، به زندگیتون نگاه کنید. علت مشکلات ما می‌دونید چیه؟ رابطمون با خدا درست نیست. به آیات آخر این فصل توجه فرمایید. می‌فرماید و واقع شد که چون موسی نوشتن کلمات این تورات را در کتاب تماماً به انجام رسانید، موسی به لاویانی که صندوق عهد خداوند را برمی داشتند وصیت کرد، گفت این کتاب تورات را بگیرید و آن را در پهلوی صندوق عهد یهوه خدای خود بگذرانید تا در آنجا برای شما شاهد باشد، زیرا که من تمرد و گردنکشی شما را می‌دانم. اینک امروز که من هنوز با شما زنده هستم بر خداوند فتنه انداخته اید، پس چند مرتبه بیشتر بعد از وفات من. پس موسی این سرود را در گوش جماعت بنی اسرائیل تماما گفت. در این آیات موسی هم می‌فرماید که تورات مقدس را در همون صندوقی که لوحه 10 فرمان وجود داشت قرار دهند تا این تورات شهادتی باشد بر اعمال و کارهای عظیم خدا و وعده هایی که به قوم بنی اسرائیل داده بود، قومی که ذاتاً گناه آلود بودند، زیرا آنها نیز همانند ما انسان‌هایی بودند که چشم به دنیا داشتند نه به خدا. خداوند به من و شما ترحم کند که چشمان خود را به سوی او برافرازیم و از او پیروی کنیم. تا برنامه دیگر و روز دیگر دعا می کنم که راه حیات و نیکویی را پذیرفته و چشمتون به مسیح زنده باشد. در جا پای او قدم بردارید تا خدا را نزد خود داشته باشید. آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201 616 920 1791. تکرار می کنم، 201 616 920 1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمیگردد. آمین.